Юсуф Рахмон Ахмадзод, генеральный прокурор Таджикистана с 2015 года. 7. Бек Сабур, глава службы связи при правительстве Таджикистана с 2011 года. Досье с доказательствами антиконституционных деяний и фактами грубого преступного попрания вышеназванными лицами законов Таджикистана, Конституции Таджикистана и основополагающих прав человека и гражданина прилагаются отдельным документом. Спасибо. تشکر زیاد برادر تیمور برای قرائت بیانیه و دوستان عزیز ما گفتگوهای خودمان را ادامه میدهیم. در اینجا یک چند شعار بزاید سعیدوف آزادی 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 و محمد روزی اسکندروف آزادی 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 و بزرگمیر یاروف آزادی 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 و محمد علی حید آزادی 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 و محبوسان سیاسی تاجیکستان آزادی 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 و تشکیلات های غیر دولتی آزادی 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 و ژورنالیستان تاجیک آزادی 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 و مردم تاجیکستان آزادی 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 از رژیم ضحاک امام علی رحمانوف و مردم تاجیکستان آزادی 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 بس از ظلم 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 رحمانوف بس از ظلم بس از ظلم رحمانوف بس از ظلم بس از ظلم فعلا سخن نوبتی را به فعال سیاسی سلیمان دولتوف میدیم. مرحمت، ایشان از لیتوا آمدند و حرف دل خود را حمایت از محبوسان سیاسی را میخواهند در اینجا صدا بلند کنند و حمایت از محبوسان سیاسی کنند. مرحمت برادر سلیمان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امروز دردی ملت است. تمام مردم تاجیکستان در عذاب و مشقت یک اولاد هستند و یک اولادی که فقط برای ملت تاجیک عذاب و مشقت میارند. برای پیر کمپیر، برای جوان، برای کودک ها به هیچ کس رحم نمیکند. این رحمانوف فقط ظلم و ظالمی میکند و امنیت ملی را با اوباب نزد خانه مبارزان روان میکند. رحمانوف و کمیته امنیت ملی و اوباب رسپولیکای تاجیکستان و از 1 دکبر تا 5 دکبر در خانه ما فشار بود. مادر من بیماری دولین برای مادر من زدگی بود و شما از نزد پدر و مادر من ندا میکردید، میگفتید زوری بیا از پیش گپ زن. ما امروز آمدیم به پیش شما، اما شما میترسید. از آمدی مخالفین میترسین. شما برای شما دلیل و حجت ندارین. شما به ملت ما عذاب آوردگی هستین. شما مردم تاجیکستان در عذاب آوردگی هستین. نه محبوسان از دست شما روز دارد، نه پیر کمپیر 60 ساله و 70 ساله. از خدا بترسین.
از الله بترسن. شما اگر زور میشیدن امروز برآمدن در نزد مخالفین با مخالفین صحبت میکردین. شما نماینده ملت نیستین، شما نماینده یک اولاد هستین. شما به ملت رحم ندارین، شما فقط به رحمانوف امروز دستگیری میکنین و رحمانوف دستگیری میکنین. ما از این میتینگی که در برلین کردگی هستیم، ما تظاهراتی که کردگی هستیم، ما آزادی زید سعید، بزرگمهر یاروف، محمد علی حید در چندین سخنهاش میگفت من فرزند اوگهی تاجیکستان نیستم. او شخص فرزند اوگهی تاجیکستان نیست. ملل متحد امروز دعوا دارد، هزارها زیالینی داره. ای رحمانوف جواب بده، محمد علی حیده جواب بده، بزرگمهر یاروفه جواب بده، زید سعیدوفه. به همین خاطر شما گوشاتان کار می شود، فقط شما پلای این دولت ها را میگیرین، به منفیت ملت استفاده نمیبرین، فقط به ضروریت ملت استفاده میبرین. من سخن زیاد گفتنی نیستم، انشالله سخنهای زیاد باز به واسطه اینترنت دیگر سخنها در دوشنبه بازم انشالله رو میاییم. اگر که ما نمریم زنده حیات باشیم انشالله میاییم. انشالله عاقبت این میتینگ های ما جای ما استاشتی که ما تاجیکستان میشود. در پیش سامانیان ما میریم با انبوی مردم تاجیک، با ملت تاجیک ندا و فریاد میکنیم که شما بر این خونخوارا دیگر در تاجیکستان جای ندارید. ما میخواهیم مثل اروپا تاجیکستان روش کنه، پیشروی بروه. سلامت باشید، خدا نگهبانتون. تشکری زیاد برادر سلیمان دولتوف و در اینجا خیلی دوستان زیاد هستند. هر یکی آنها میخواهند در ویدیوشان را به مردم تاجیکستان و ملت تاجیکستان رسانند. ظلم های رحمانوف هر چیز بیشتر بیاد و فعلا من سخن نوبتی را به عضو شورای عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یکی از جوانترین سابق زندانیان اتحاد شوروی اکای شمس‌الدین سعیدوف میدیم. مرحمت ایشان رو سخن نوبتی را میدیم و ایشان خیلی تجربه های زندان را چشیدند و اولین جوانی بودند که در اتحاد شوروی کنج محبس را دیدند و تا امروز مبارزه برده ایستادند. تمام عمرشان در مبارزه های سیاسی برای آزادی، برای ملت، برای